چطورین رفقا؟ اینجا آماده شدم که بریم استخر و اومدن دنبالم و اینجا هم جاری هم و خواهر شوهرم رو مشاهده میکنید. بعد از استخر همینقدر خوشحال رفتیم که تو طبیعت پاستا درست کنیم. منظرش خیلی باصفا بود ولی یه باد خیلی شدیدی هم میومد که با کلی چالش و دردسر دیگه موفق شدیم پاستا رو درست کنیم. اینجا داریم قارچا رو خورد میکنیم. اینم از بقیه مراحلشو. خلاصه آماده شد. خیلی خوشمزه بود تو این طبیعت بخصوص. دیگه جاتون خالی. راستی اینم تو راه دیدیم گفتم که براتون بذارم. خیلی خوشگل بود. بعد تنقلات خوردیم و چای و بعد دیگه بارون گرفت. مجبور شدیم که برگردیم.